حاجی محمودجان مرادوف وکیل مجلس شهر دوشنبه و رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل که با عملهای خیر خود نام برآورده است، روز 23 مارس سال 2023 در روز اول ماه شریف رمضان و روزهای عید نوروز به 3 یتیم کل از یک عائله در دهه صوفیان جماعت عبدالوصیف در کنار شهر وحدت منزل نو استقامتی تقدیم کرده است. در این باره با نشر عکس‌های زیاد از جریان مراسم تقدیم این خانه خبرگزاری دولتی خاور خبر داد. بنا به اطلاع خبرنگاران خاور، این منزل استقامتی که به 3 یتیم کل تحفه شد، 8 اجرت، دالان، آشخانه و حمام عبارت بوده بر اساس طرح زمانوی بنیاد یافته است و با تمام تجهیزات ضروری موثر برای پیشبرد روزگار تامین می باشد. حاجی محمودجان مرادوف همچنین این 3 یتیم کل را با سر لباس و برای یک مدت با مواد خوراکواری نیز تامین کرده است. همچنین این صاحبکار دست به خیر جهت خریداری سیمجوب‌های آهنین برای با نیروی برق تامین نمودن دهه صوفیان خریداری سیمچوب‌های آهنین 6600 سومانی پول جدا کرده است. حاجی محمودجان مرادوف با عملهای خیر خود شهرت دارد. او از جمله در هر عید رمضان قربان و عیدهای دیگر برای دستپروران یتیمخانه‌ها، طفلان معیوب، سربازان دستارخانه‌های عیدانه تشکیل کرده برای عائله‌های نیازمند کمک‌های خیریه جدا می‌کند. حاجی محمودجان مرادوف امین طور در سال‌های آخر تقریباً به 20 عائله نیازمند خانه و در تحفه کرده است.